سرخط مهمترین خبرها: ادامه جنگ ها در پنجشیر، طالبان به این دره نیرو فرستادند. در تاجیکستان راه بچه های تصادفی را میبندند و مقامات اوکراین گفتند پل کریم را ویران خواهند کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 10 می است. دره پنجشیر دوباره صحنه جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان است. طبق گزارش‌ها شب 8 می درگیری‌های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنجشیر ادامه کرده است. تلویزیون BBC شام 9 می با پخش چند نوار گزارش داد که طالبان به پنجشیر نیروهای علاوگی فرستادند. ساکنان دره پنجشیر میگویند که طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت میدهند. شبکه افغانستان اینترنشنال گفت که روز گذشته طالبان 9 غیر نظامی را در دره پنجشیر تیرباران کردند که یکی از آنها زن بوده است. با گفته این شبکه طالبان وقت برای گرفتن جسد همراهانشان آمدند 9 نفر را تیرباران کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان هم به طالبان ضربه سخت زدند. شبکه افغانستان اینترنشنال همچنین گزارش داد که روز گذشته نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولسوالی ورسج تخار با هم درگیر شدند. منابع محلی به این تلویزیون گفتند در این درگیری ها 12 طالب و همچنین یک فرمانده جبهه مقاومت کشته شدند. گروه طالبان که قریب 9 ماه است در افغانستان حکومت میکند این درگیری ها را ناچیز میشمارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رده آزادی گفت که هیچ گروه با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوهپایه های پنجشیر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر می شود، ولی آگاهان وضع میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن با طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. طرز گرفتن سنجش و امتحانها در دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان به نظام پیشینه برگشته است. از این به بعد دانشجویان را ضرور است 60% امتحان و سنجش ها را به طور شفاهی یا دهانی و در روبروی معلم سپارند. ایده تصمیم را درست میپندارند، اما گروه دیگر از احتمال افزایش فساد در ساحه نگرانند. تاجیکستان سال 2010 به نظام کردیتی گذشت و سنجش و امتحان ها را تست کرد. مقامات آن را راه معاصر برای بهتر کردن وضع معارف نامیده بودند. حالا سبب بازگشت به ترتیب پیشینه را بهتر کردن صفت تعلیم و آماده کردن متخصصان می‌دانند. بازگشت به نظام شفاهی سپاریدن سنجش و امتحان‌ها در مؤسسه‌های عالی و کسبی تاجیکستان در حالی است که بارها از موردهای رشوه‌خواری در دانشگاه‌ها و ساختارهای وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهار نگرانی شده است. از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان در آخر سال گذشته از آن تنقید کرده بود که برنامه‌های تعلیمی کهنه‌اند. بینندگان عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ می توانید به ما نویسید. حکومت طالبان در افغانستان به زنان امر دادند که با روی باز یا بی برقع به بیرون نآیند وگرنه جزا میگیرند. در فرمان آنها آمده است که حجاب یک امر شرعی و رسمی است و باید بیچون و چرا اجرا شود. این امر در داخل و خارج کشور خشم زنان افغان و حامیان حقوق را برانگیخت. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. طالبان روز شنبه فرمان دادند که زنان باید فقط با حجاب به بیرون برآیند. این فرمان و افزایش محدودیت‌ها در زندگی زنان خشم اکثر افغانستانی ها را در داخل و خارج برانگیخت. در فرمان رهبری طالبان آمده است که اگر زن بدون برقع به بیرون برآید پدر یا یکی از مردان نزدیک او زندانی و یا از کار رانده می شود. به تاکید گروه طالبان بهترین شیوه پنهان کردن روی پوشیدن برقع است، شکلی که در دوره حکمرانی پیشینه طالبان در سال 1996-2001 هم حتمی بود. اکثر زنان در افغانستان به دلایل مذهبی روسری می پوشند، اما در شهرهای کلان مثل کابل زنان معمولا چهره خود را پنهان نمی کنند. برای نقض حقوق زنان از جمله بستن مکتب‌های میانه برای دختران، طالبان نه تنها از جانب کشورهای غربی بلکه از سوی برخی از عالمان دین و کشورهای اسلامی هم تنقید شده است.
نظر قاسمزاده یک فروشنده برقه در کابل از طالبان خواست نسبت به مردم این کشور که 40 سال باز رنج میکشند مهربان باشند. ستم کشیده هستند که در طول امریکا و کشورهای دیگر کمک‌های خود را به افغانستان کم و به نظام بانکی آن تحریم جاری کردند. این وضع بحران در افغانستان را شدیدتر کرد. طالبان که ماه اوگوست سال گذشته دوباره حکومت را در افغانستان گرفتند، تاکید می‌کنند که حکمرانیشان این بار فرق می‌کند. ولی در ماه‌های اخیر آنها با قبول چندین قاعده زنان افغان را از حق کار و تحصیل محروم کردند. همچنین امر دادند که زنان به همراهی مردی محرم از خانه بیرون نروند. روز 9 می در چهاربینی‌های بخشیده به روز غلبه، پلیس روسیه حداقل 125 کس را بازداشت کرده است. بیشتر از 80 تن آنها برای اقدام‌های ضد جنگی، اعتراض‌ها و رمزها بازداشت شدند. پلیس جوانی را در میدان پوشکین مسکو بازداشت کرد که به رهگذران برای موقع‌گیری ضد جنگی قند می‌داد. همراه با آن جوان خبرنگار نشریه ساتا ایروپ شتاب بازداشت شد. در میدان پوشکین همچنین دیمیتری کاوال بازداشت شده است. وی در دست شعارهای جنگ، صلح نیست، آزادی، غلامی نیست، نادانی، نیرو نیست داشت. با علاوه در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، ارنبورگ و دیگر شهرهای روسیه ده‌ها آدم را برای داشتن شعارهای ضد جنگی در مراسم پالک ابدی بازداشت کردند. نسبت برخی از آنها برای بی‌آبروسازی ارتش روسیه سند ترتیب دادند. مشاور وزیر کارهای داخلی اوکراین ویکتور اندروسیف گفته است پل نیم جزیره قرم را حتما ویران می‌کنند. با گفته او نظامیان اوکراین برای تخریب این پل علیه لوازمات جنگی ضروری را در اختیار دارند، اما برای انجام این کار باید به ساحل‌های بحر آزاو نزدیکتر شوند. نشریه واتاک می‌نویسد در اینترنت اخیراً سامانه فعال شده که مهلت باقی مانده تا تخریب شوی پل قرم را می‌شمارد. گویا این کار 9 می صورت خواهد گرفت. قبلا نماینده ارتش لاتویا یانیس سلایدینیش پیشنهاد کرده بود که نظامیان اوکراین 9 می پل قرم را نشان خواهند گرفت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 می را فرا می‌گیرد. دهم می سال 1995 بر عوض پول شوروی سوم یا روبل در تاجیکستان روبل تاجیکی جاری شد. قرار گذریش به قربی ملی تخمینا 2 سال بعد آن قبول شد که در قلمرو سابق شوروی به خصوص روسیه گردش پول سوویتی خاتمه یافت. روبل تاجیکی 5.5 سال در معامله بود و چندان آبروی بلند نداشت. اکتبر سال 2000 وقتی سامانی پول رسمی تاجیکستان اعتراف شد 1000 روبل با 1 سامانی تبدیل می شد. 10 می زادروز هنرپیشه معروف تاجیک هاشیم گدو است. هاشیم گدو سال 1937 در شهر کولاب تولد شده. هنر اکتوری و کارگردانی را در گیتیس دانشگاه دولتی صنعتی به نام لوناچارسکی مسکو خوانده است. در دهان نمایشنامه‌های تئاتری و فیلمنامه‌ها نقش آفریده است که معروف‌ترینشان نقش سهراب در قصه‌های از شاهنامه بریز کیمیاگرف میباشد. 10 می زادروز خادم دولتی عبدالمجید دوستیف میباشد. دوستی سال 1946 در شهر قرغان‌تپه بختری امروزه تولد شده در مقام‌های کلانی دولتی کار کرده است. مؤسسی حزب حاکم خلقی دموکراتی است که آن را امام علی رحمان رهبری میکند. قرب روبل روسیه و دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانی تقریبا امروز به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 155 تا 167 سامان ارزش دارد. قرب 100 دلار آمریکایی باشد به 1190 1230 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 10 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را فراموش نسازید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.